گلچین هفته. در برنامه امروز اجرای تازه‌ای داریم از تصنیف قدیمی سلسله موی دوست. این تصنیف با صدای پروانه و سنتور حبیب سماعی روی صفحه‌های قدیمی گرامافون ضبط شده و استاد عبدالله خان دوامی آن را از شیدا می‌داند. طرز آهنگ و نوع شعر نیز این نسبت را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد که شیدا اغلب آهنگ‌هایش را روی شعر شاعران گذشته آغاز می‌کرده و کلماتی به اقتضای آهنگ به آن می‌افزوده. چنانکه در همین تصنیف اصفهان نیز بیت‌هایی از سعدی را به کار گرفته است. همچنین می‌توان تصور کرد که آهنگ‌هایی به صورت کار عمل در محافل و مجالس موسیقی آن زمان رواج داشته و شیدا با ذوق سرشار و طبع آفریننده خود آنها را بسط و گسترش داده است. به هر حال حاصل تصنیف زیبایی است که امروزه به دست ما رسیده و اجرای تازه آن با صدای رضوی سروستانی به همراهی گروه شیدا به آن شور و حال دیگری داده است.
اجرای تازه‌ای از تصنیف قدیمی سلسله موی دوست را با صدای رضوی سروستانی به همراهی گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی شنیدید. حالا به ترانه آهنگ اشتیاق با صدای سیما بینا گوش کنید. این آهنگ زیبا را فرهاد فخرالدینی بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
خورشید آرزوی منی گرمتر به تو گرمتر به تو قطعه معروف زرد ملیجه یکی از رهاوردهای پرارزش ابوالحسن صبا از اقامت 2 ساله وی در گیلان است. صبا در فروردین 1307 همراه استاد وزیری به گیلان رفت و رئیس مدرسه صنایع ظریفه رشت شد و به قول شادروان روح الله خالقی با شنیدن نی شبانان و ترانه‌های روستایی گیلان توشه‌ای پرارج از نواهای محلی به دست آورد و برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران به گرد آوردن این ترانه‌ها و نواختن آنها به سبکی بسیار دلپذیر آغاز کرد. دیلمان، امیری مازندرانی، زرد ملیجه، در قفس و رقص چوپی قاسم آباد از همان آهنگ هاست که می نواخت و آنها را در کتاب‌های پرارزش خود به یادگار گذاشت. در برنامه امروز گلچین هفته قطعه زرد ملیجه را با تنظیم فرامرز پایور می‌شنوید.
قطعه زرد ملیچه اثر استاد ابوالحسن صبا با تنظیم فرامرز پایور شنیدید. از همین قطعه اجرای دیگری داریم که در برنامه‌های آینده گلچین هفته خواهید شنید. حالا به ترانه محلی بختیاری با صدای قوامی و الهه گوش کنید. این آهنگ محلی را شادروان روح الله خالقی تنظیم و با ارکستر گلها اجرا کرده است.
حالا به ستار استاد احمد عبادی در دستگاه نوا گوش کنید.
گوشه‌هایی در دستگاه نوا را با ستار استاد عبادی شنیدید. حالا به تصنیف الاساقیا اثر شیدا با صدای مرزیه گوش کنید. قامتت در چمن خجل شده ای جانم ای طبیبم سوسن و گل به پیش تو بنده منفعل شده ای جانم ای طبیبم
تصنیف الاساقیا اثر شیدا را با صدای مرضیه به همراهی گروه شیدا شنیدید. 74مین برنامه گلچین هفته را با قطعه تمرین دشتی اثر استاد ابوالحسن صبا به پایان میبریم. این قطعه را گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور اجرا کرده است. هفتاد و چهارمین برنامه گلچین هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته دیگر خدا نگهدار.